زندگی در سوئد توی هر مجتمع مسکونی یه دونه لباسشویی و لباس خوشخوانی وجود داره برای کل مجتمع که میرن نوبت میگیرن. دو تا لباسشویی داره، یکیش که 2 ساعت از خرابه، نه خوشخوانیه که برای لباسایی که علیابش خراب میشه میذارن اینجا، آویزون میکنن که خوش بشه. و اینم لباسای عادیه که خرابشون کمتره. داخل خوشخوانم ببینید اینطوریه، آویزون میکنن. شد عزیزا، نوبت گرفتنم از اینجاست. اینجا دیگه اینا روز ماه و ساعت مثلا امروز 16 ما نوبت گرفته بودیم برای ساعت 11 تا 2 برماست. اینجا کسی این نوبت رو نگرفته. ساعت 2 برای ساعت 5 تا 8 هم یه نوبت دیگه گرفتن. توی